شما بکرایه وانا بکرایه این مردم که اخلا گذارم تو من کدیه نکن تو کدستی تو هر کار بیمانی کدستی چه با؟ تو دیگه کار نداری در بانی رمسی اوش مگذاری میخیلی خیلی مگی اوش مگذاری میخیلی خیلی مگی تو دیگه کار نداری همه زرال میان همه که مسافت بدایدن نباشه ریشت هم بکندم آخه برای چه ریشت برای بکنی؟ آخه نمی ریشت هم بکنم فهمیدی؟ ازدواج نکردم و چه ازدواج نکردی که اوش مگذاری میخیلی خیلی مگی اوش مگذاری تو دیگه کار نداری اینجا زنکای شدگن اینجا بانوای شدگن ای بچه ما تو ازدواج نکردم آخه خیلی ازدواج نکردی خیلی اوش مگذاری میخیلی اوش مگذاری میخیلی اینجا زنکای شدگن چی معنی داره خیلی تو ناز بیلیک مطاب کنم گفتا خبا تو را نازاست پرسیده سماخه دکتر جان گوش بکنم گپ زنید مرامت چی شکایت داره مرامت گوش بکنم گپ زنید آخه دکتر جان شما گپی ما رو گوش نکردسته اینجا دا هوش شما دا گوش مرامت گوش بکنم گپ زنید دکتر جان یعنی چیم شکایت میکنم از سلامتی سحر میخیزم دکتر جان خربرین کار میکنم شب میام خیرسواریم خواب میکنم برای چی سر برین خرابم چی خیلی گفتن یک بار دیگه برای چی میگم خرابم شما گفتید که سحری میخیزم خربرین کار میکنم شب میایم خوب بارم خواب میکنم شب بارم خرابم همین خیلی من یک دارو تو با می نویسم ولی نمی نویسم در گوشت گیر گپی مرا وقتی که خوب برین خواب کنی و خر برین کار کنی شب برین خراب باشی تو باید گاو برین خوری رفیق سرجان السلام علیکم مرا شناختی؟ نه کیم شما؟ در کازارما خوب عذابم داده بودیم کی تو نشناختم نشناختی مرا؟ من کم اومدم که خستی ما بگیرم کی خوب مرا عذاب دادگی من نشناختم شما کی در وقتی دیمبلید مرا خوب عذاب دادگی شناختم تو همون ملادای نامد ننایی نیستی همون نیستی در ارمی هر کار شدنش ممکنه ما در اتوباس حکمت را زده بودم значит شناختی مرا؟ شناختم آفرین بیمارمون بخش آمد انا که برای رشته بگیر رفیق سرجان ما تو را توبت کردیم